حضور همه شما عزیزان. قبل از هر کار فکر میکنم که ما باید به احترام تمام جانباختگان و خصوصاً این عزیزانی که از زمانی که روحانی اومدن سر کار اعدام شدن به احترامشون 1 دقیقه سکوت کنیم. سپاسگزارم. امروز 30 نوامبر روز جهانی اعتراض به اعدام در سراسر جهان با فراخوان یک نهاد، یک مؤسسه مذهبی وابسته به کلیسا در ایتالیا فراخوان این روز را داده و هر سال مجموعه برنامه‌های علیه اعدام در این روز در سراسر جهان برگزار می شود. امسال برگزار کننده ها اعلام کردند در 1600 شهر و در 70 کشور جهان میتینگ ها و سخنرانی و جلساتی با فریاد نه به اعدام برگزار می شود. روز 30 نوامبر به این دلیل انتخاب شده است که در سال 1786 توسکانا، یک شهر در ایتالیا، اولین شهر در دنیا بود که شکنجه و اعدام را ممنوع اعلام کرد. این سازمان ایتالیایی به همین دلیل 30 نوامبر را روز اعتراضات بین المللی علیه اعدام اعلام کرده است. از سال 1998 یک تومار اعتراضی علیه اعدام توسط این نهاد علنی شده است که تاکنون 5.5 میلیون نفر آن را امضا کردند. جنبش جهانی علیه اعدام یک جنبش گسترده است و خواست همه سازمان‌ها و نهادها ممنوعیت فوری اعدام است. در دسامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار با رأی بالای یک قطعنامه داد که خواهان توقف احکام اعدام و ممنوعیت اعدام در جهان بود. در دسامبر 2012 مجدداً با اکثریت بیشتری این قطعنامه 110 رأی در مقابل 39 تصویب و علنی شد. فشار بر دولت‌ها باعث شده است که تعدادی در مقابل این اعتراضات جهانی کوتاه آمده و اعدام را ممنوع کنند. در آمریکا در 6 سال اخیر 6 استان این کشور رسما اعدام را ممنوع کردند. در آفریقا سازمان حقوق بشر در سال 2012 با تصویب یک قطعنامه اعلام کرد که سعی کنند در همه کشورهای آفریقایی اعدام را ممنوع کنند. در اکتبر 2013 یمن اعدام کودکان را ممنوع کرد. همکنون 140 کشور جهان رسما اعدام را ممنوع کردند یا در عمل اعدام نمی کنند. 51 کشور جهان هنوز اعدام می کنند. روند بازگشت اعدام ها متاسفانه در برخی کشورها اتفاق افتاده. در ژاپن و یا هند و پاکستان بعد از چندین سال توقف اعدام ها در این کشورها ما شاهد اجرای احکام اعدام در این 3 کشور بودیم. واقعیت این است که 4 کشور جهان در صدر جدول اعدام ها هستند و ایران یکی از این کشورها است و در هر برنامه بین المللی باید در مورد چین، ایران، آمریکا و عربستان سعودی به طور ویژه حرف زد و کار کرد. ما در جریان کنگره جهانی علیه اعدام در سپتامبر 2013 با مسئولین این نهاد ایتالیایی گفتگویی داشتیم و از آنها خواستیم با توجه به گسترش اعدام‌ها در ایران در دوره روحانی در مورد این اعدام‌ها در جهان بیش از پیش افشاگری کرده و خواهان اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران شوند. کمیته بین المللی علیه اعدام 30 نوامبر
2013. حدود 3 ماه قبل در اولین گلریزانی که برای جمع‌آوری پول در ایوان شمس برگزار شد، دختری 28 ساله محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی پیدا کرد. خانواده مقتول از اجرای حکم صرف نظر کردند تا این محکوم بعد از 6 سال زندان از زندان آزاد شود. دومین مراسم گلریزان فیلم سینمایی دهلیز برای جمع‌آوری پول برای آزادی دومین محکوم به اعدام شامگاه دوشنبه اول مهر ماه ساعت 20 با حضور هنرمندان و اهالی ورزش در محل سینما آزادی برگزار شد. برگزار کنندگان با اظهار رضایت از استقبال گسترده مردم از آنها تشکر کردند و از کمک‌هایی گفتند که توانستند با آن یک محکوم به اعدام را نجات دهد. یکی از برگزار کنندگان گفت ستاره‌ها و هنرمندان زیادی امشب در این مراسم حضور داشتند و کمک کردند، اما به نظر من ستاره‌های امشب مردمی بودند که آمدند و هر آنچه توانستند در نهایت اخلاص کمک کردند.